دسته فوتبالبازان ناحیه ظفرآباد با نام روشن سال 2016 تأسیس یافت و در 6 سال فعالیتش تا لیگ این گروه را جمعی از ورزشکاران خودجوش تأسیس داده بودند و به سرمایه‌گذاری کلان در مدت کوتاه راه دراز را طی کرد. آنها امید داشتند که از سوی مقامات محلی دستگیری می‌یابند، ولی به گفتهشان این طور نشد و دسته پراکنده گردید. سبب اولی پوش خوردن دسته روشن ظفرآباد این نداشتن میدان خونگی، ورزشگاه میدان خونگی سبب اولش رو من در همین میبینم و سبب دویمش با ما از حکومت ناحیه به مقدار 300,000 سومونی در یک موسم جدا نمودن از طرف حکومت ناحیه که این خیلی مبلغ کم است در لیگ اولی. ناحیه ظفرآباد در 100 کیلومتری مرکز ولایت سوخت جایگیر است. بازیگران دسته میگن طول 6 سال تمرین و آمادگی به بازی‌ها را بیشتر در شهر خوجند گذرانیده‌اند. این دسته هرچند مخلصان زیاد داشته است، ولی دوری راه و خرج زیاد آنها را دور کرده است. دشوار است، سخت دشوار. به ورزشگاه دسته دشوار است، چونکه ما همه بازی خود را در سفر گذراندیم، چی خانگی بود چی سفر بود، برای ما همش این در سفر گذشت، خراجاتش زیادتر شد. از همین سبب ما دیگر نتوانستیم وای کردن، دسته رو دوام دادن که با به لیگ اولی بازی کنیم. در ورزشگاه مرکزی ناحیه ظفرآباد دوستداران و فوتبالبازان زیاد جمع می‌آیند، از جمله بازیگران دسته روشن هم. ولی این ورزشگاه به طلبات بازی فوتبال جوابگو نیست و به گفته مقامات محلی در حالت صدموی قرار دارد. ظفرخان اسماعیل زاده اجرا کننده رئیس ناحیه ظفرآباد میگوید از این مسئله آشناست و دست به کار شده است. که قبلا علاقه مکتوبم کرده بودم برای تعمیر و از نوسازی همین ورزشگاه. همینجا یک جای بهترین است، حدود قریب 4 گکتار زیادتر است. در اینجا ما نه تنها یک ورزشگاه برای مشق و تمرین همین دسته ورزشی فوتبال روشن، بلکه برای همین شعبه بخش کار با جوانان قسمتی ورزشش مرکزی و ناحیوی ورزش، مکتب ورزشی در همونجا یک جا کرده برای رشد و نموی نه تنها فوتبال بلکه دیگر نمودهای ورزش هم امکانیت پیدا کرده میتونیم در همونجا. من همچون رئیس نوتین گفتم میتونیم که همین رو ما کمر همت میبندیم، ورزش گروی سلامتی است، میکنیم این کارو. تیم فوتبال روشن تا سال 2019 در لیگ دوم فوتبال سوخت شرکت ورزیده است. سالهای 2020-2021 در لیگ یکم راه یافته، سال 2022 با کامیابی مطلق به لیگ عالی فوتبال تاجیکستان شامل شد. این دسته تقریباً 2 سال در صف لیگ عالی فوتبال جمهوری تاجیکستان بازی کرده و با دسته‌های مشهور کشور مهارت خود را سنجیده است. هیئت دسته روشن امیدوارند که حکومت ناحیه ورزشگاه را تعمیر میکنند و شروع از سال آینده آنها دوباره به میدان فوتبال برمیگردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه ظفرآباد.